به یه برنامه دیگه از آشپزی در طبیعت همراه با پتومت خوش اومدین. سلام بچه‌ها، ارادت اومدیم با یه ویدیو دیگه آشپزی در طبیعت، ولی با یه فرقی که دفعه قبلی برای شام اومدیم، این دفعه برای صبحانه. ساعت تقریبا 6:20 است. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم این چی میشه. ولی قبل اینکه ادامه رو ببینیم یادتون نره اول کانال رو ساب کنید، ویدیو رو حتما لایک کنید. بزن بریم. Let's go. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. سلامی دوباره بچه‌ها. حالا ما اومدیم بالاخره. اینم اونجاست. هنوز بالاتره. ما اول رفتیم وسیله رو گذاشتیم بالا، تقریبا یه 10 دقیقه است رسیدیم. وسیله بردیم بالاتر گذاشتیم. الان من دارم برمیگردم یه ذره هیزم بیارم. آتیش کنیم و دیگه شروع کنیم. بزن ببین. سلام بچه‌ها، بالاخره دیگه وسیله و همه اینا رو آوردیم بالا. چیدیمشون. دیگه الان داریم آتیش میکنیم، شروع کنیم به پختن. مهدی جان چی داریم؟ امروز پنکیک داریم، پنکیک مشتی. یالا یالا خیلی مخلص. بله اونور علی جان داره آتیش‌ها رو اوکی میکنه. حالا تو ویدیو میبینید. و اینکه میخوایم پنکیک درست کنیم. علی جان زحمت میکشه، میخواد مثال علی جان اینو داشته باش به ازای یک تومه 3 تا تخمه بشه. خب به ازای هر یه تخمه چقدر؟ 4 تا پیمونا. حالا 12 اول تخمه اول آرد هر یه تخمه 4 تا. علی میخواد توی درست کنیم، میخواد توی بشکنیم. بیا یکی از اونو بیار تو درست میکنیم زیر شا. خب هر یه تخمه 4 تا. حالا 12 تا یک. هر یه تخمه ما چند تا؟ هر یه تخمه 3 تا 5 تا بیشتر. یک. راجی 12 تا برس. یا؟ 3 تا تخمه میشه. نه 2 تا تخمه. 8 تا. 2 تا ره. 3. 5 6 7 یکم 8 کم برید نو تا 12 تمام. مسابقه محله خیلی مساویه. حالا بکینگ پود میخواین نصف قاشق. حالا باید برچه از روش را کندی چون بدون رو دلش باز میشه. دستم چقدر قاشق؟ به ازای الان تو باید یه تا نصف بریزی. با این بیشترش کن حاجی خیلی میشه. خب باش بریز یه نصف هم بریز. به آشپزمون علی باشه. حالا علی جان شکر وانیل میخوایم. وانیل یه سر قاشق، یعنی نصف بریزی از خیلی زیاد هست. حاجی یه منگه نمیرسه. خدا من بکنم. من با وانیل دیگه دارم چی بوی میخوای خام بکنه. مدی حالا شنگ میگیری کاری میکنه. همینو مستقیم بکنم تو جونه. میذاری توی که حاجی نذار شکر اون نمیگیره. نه بویه بیرون آوردش. این از کن. حالا مقداری هم میزنیم. ماشاءالله علی جان. شکر علی جان واجبه. چقدر؟ شکر شما بریز. پای میکروفونمون چقدر؟ بریز شما. چقدر بگو؟ شما یه پیمونه بریز. 3 تا پیمون میخواد. هر یه تخمه 3 تا. آره. با 6 تا میشه. نه دیگه تو 4 تا بیشتر نیست. 4 تا بیشتر نیست. بس. عالی. حالا بذارشه پای میکروفون. بسیار عالی. خیلی هم عالی. هم میزنیم دوباره. هم میزنیم. حالا وقتش که تخمار بلی شیر اول بزنیم بهتره. بلی سرچا بابی اشت این بگیر. نه بابا هم بچه شیر ما تو آبه. خنک
بله کشتی گوارا این بگیر علی گیرومون الان صاف میشه این خواهی چقدر؟ این شما 3 تا قاشق شیر بزنید هر یه تخمه 3 تا؟ اوکی 4 تا نمیخوام نه اتوی بریز طوری من میشون 1 2 3 بلاد 4 5 6 دیواش 7 اوکی نه یه نصف خاطر حالا با این نمیشه همزاد با این خداحافظی میکنیم بسم الله و بالله هم میزنیم و در حین موادو میریزیم توی چای حالا برای اینکه غلیظ تر بشه تخمار بزن لاش اوه مای گاد چه میشکنه این زرده باش خب 2 تا شده زرده اوکی خیلی زرده بله علی جان نگاه ماشاءالله چه ترکیب برو لاتیز میونه میخوری چپ میخوریه نه هیچ روی تا تانکه مینو باید شل باشه خب یعنی تا همش نیست این الان بخورم ولی با خیلی هم فعلا درگیر من اون طرف آتیشا رو آتیش آقا تا مواد آماده میشه بریم بیان بچه ها مهدی در حال سخت تلاش کردن و خود کردن برای آتیشه اصلا این چه جای آوردم به به هنوز خیلی راهه هنوز تا اون آب شده هستی خیلی باید بریم حالا ما تا اینجا بیایم دیگه این قسمتش یه دست سخت بود و سلاح نمیشد بیاریم بالا تقریبا تا اون بالا باید میرفتیم خیلی راهه هنوز تقریبا راحت بگم 1 ساعت پیاده رویه دیگه این قسمت یه ذره راش سخت‌تر شد و سلاح زیاد بود سنگین بود نمیشد بیاریمشون دیگه همینجا اتراق کردیم راحت بگم ما تا همینجایی که اومدیم تقریبا نیم ساعت پیاده روی کردیم دیگه رمقی برامون نموند الان ساعت تقریبا بگم 7:30 حالا بریم ادامه ویدیو ببینیم چی میشه آتیشم رباله بعدا میزم مایتام یه ساعت راه باشه دست ندیم یه چیز با یادم چی؟ تصویرش درست میشه مایتام وقتی داغ شد دیگه نه روغن تقریبا یه قاشق 2 تا قاشق بس وسایل پنکیک خود علی 6 کیک اینم توی آتش‌زا و مواد اصلا ببین چیزی ساخته خودش هم نمیدونه به تخمه هر وقت گفتم بسش کن بس علی جان قربونت چند بس نه دی علی پخشش نکن بریز بسش بریز بسش یکم دی بریز عالی ماشاءالله علی آقا نگاهی به دورون کن علی جان وقتی روش حباب اومد به ضدش حباب اومد یعنی داره زیرش میسوزه آره الان خیلی کلوف ریختش گرفت الان دیگه بگرد مهدی جان در حال هم زدن مواد دومه اون مواد اولی تموم شد پختیمش حالا داریم مواد دوم هم میزنه بعد وسط ویدیو شاید موقع اون پختن قبلی بگین اون بطری چی بود رو آتیش بله شما میگیریم با کتری و گاز شهری میگیرید آب جوش میاریم ما این وسط این نه گاز نه چیزی نه کتری با آب معدنی دارم آب جوش میارم کتری یادمون رفت شاید بگین چطور مثلا بطری آب نمیشه چطور بگین بطری آب نمیشه خب اونم من خودم واقعا نمیدونم نگاه که اگه دقیقاً آتیش الان روشه من خودم نمیدونم چرا آب نمیشه ولی اینو بگم اگه جای رفتین نتونست کسی نواردی همراهتون آب جوش میخواستین فقط یه بطری لازم فقط درشو حتما باز بذارین که هوا توش جمع نشه فشار توش گرفت نشه چون اونجوری باعث ترکیدن میشه به به آقا مهدی چه میکنه اصل الله بچه این پنکیک ما و چای آتشی بهترینشون مهدی بریز اصلا فرمند و سسش
بابا چه میکنی؟ اصل من مدی اصل اصل لام هستم. اصل بریز، اصل طبیعی خانسار. فرما علی خیلی برداشتی قرمونت چند بسرت شوری داداشم. دوباره این صدا میگه دوست خیلی مدوز خیلی لیواش. چه میکنه داش علی و داش مهدی؟ یعنی واقعا مهدی واقعا صبح نداره، اصلا واقعا لاک نداره. اینا هی زحمت کشیدیم، ما داریم زحمت میکشیم. چطور دلشون میاد آقا نه صاحب میکنن نه لایک میکنن؟ بچه دیگه صاحب کنید دیگه خودتون. آقا میدونین بچه ها صاحب نکنی ویدیو بعدی رو از دست میدید. آره دقیقاً. مثلا اگه صاحب کنی زنگوله هم بزنی از ویدیو جدیده که میاد خفن تر از همه شونه. اون دیگه بلاک نیست، اون دیگه پاره است. پاره اصلا اصل لام هست. خب بریم ما بخوریم برگردیم. دیگه بریم سمت ماشین. حالا مری نتاگه دوستان ما هر ویدیو میان توی طبیعت خیلی تشکر میکنم که این ویدیو رو ببینید، لایک میکنید و اینکه دوست داره طبیعت بودن شما 16 تا هست ولی دوست داره طبیعت بودن که خیلی هست و صداشکال رو دوست داشته آره دیگه آتیش هم خاموش کردیم. بریم که تا ماشین برسیم ببینیم چه میشه. خب بچه‌ها اینه از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. ویدیوهای قبلی لوکیشنش باغ شاهزاده ماهان بود، بالای باغ شاهزاده ماهان بود. این ویدیو لوکیشنش دهنه سکنجه. فقط یادتون نره چنل اول ساب کنید، ویدیو رو حتما لایک کنید. خدا نگهدار. Until then, nope, definitely nope,